سلام به شما. امروز چهارشنبه 11 ژوئن 2025. میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به منابع تحلیلی شما در مورد بازار رمزارزها. به نظر میاد امروز روز مهمیه، درسته؟ مخصوصا با این آمار اقتصادی که قراره از آمریکا بیاد. بله دقیقاً. امروز همه نگاه‌ها به داده‌های تورم مصرف کننده آمریکاست، همون CPI. ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران میاد. و خب این داده‌ها واقعاً میتونن جهت بازار رو حداقل تو کوتاه مدت مشخص کنن. تحلیل‌های شما هم خیلی روی همین موضوع مانور دادن. خیلی خوب، پس بریم سراغ جزئیات. منابع شما میگن بیت کوین دیروز بین حدود 108 و 300 تا $110,400 بالا پایین رفته. خریدارا انگار یه زوری زدن، ولی یه مقاومت سفت و سخت روی $110,300 هست که انگار رد شدن ازش ساده نیست. دقیقاً همینطوره. تحلیل تکنیکال همینو میگه. یعنی ما به قول تحلیلگرا منطقه مقاومتی خیلی قوی یا NTZ داریم. بین همین 110,300 تا 111,800 $. این فقط یه خط نیست، میدونید؟ مثل یه دیواره. عوامل تکنیکال مختلفی اونجا جمع شدن. یعنی شکستنش کار حضرت فیله؟ یه جورایی تحلیلا میگن حجم معاملات خیلی بالایی میخواد. فقط با فشار خرید عادی نمیشه ازش رد شد. و خب اینجاست که اهمیت اون داده های CPI که گفتید ساعت 4 میاد بیشتر معلوم میشه. چرا اینقدر مهمه این آمار برای شما؟ یعنی چه ربطی به کریپتو داره؟ ببینید مستقیما روی پیشبینی‌ها از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره اثر میذاره. و خب نرخ بهره هم که مستقیما روی حس و حال کلی بازار از جمله کریپتو تاثیر داره دیگه. آها، پس زنجیروار به هم وصلن. دقیقاً. برای همین یکی از توصیه‌های مهم تحلیل‌ها اینه که اگه تصمیم مهمی دارید، مثلا خرید یا فروش بزرگ، بهتره تا قبل ساعت 3 انجامش بدید، بعدش دیگه صبر کنید تا گرد و خاک بخوابه، شاید بعد ساعت 5 وضعیت رو دوباره چک کنید. منطقیه، چون اون وسط ممکنه خیلی هیجانی بشه بازار. همینطوره. تحلیل‌ها هشدار میدن که معامله بر اساس هیجان تو این ساعت‌ها ریسکش خیلی بالاست و راحت میتونه به ضرر ختم شه. مدیریت ریسک اینجا خیلی مهمه. خب حالا یکم از بیت کوین فاصله بگیریم. وضعیت کلی بازار چطوره؟ منابع شما به شاخص دامیننس بیت کوین اشاره کردن که داره میاد پایین، درسته؟ BTC.D. بله، روندش نزولیه. این یعنی به طور بالقوه سهم بیت کوین از کل بازار داره کمتر میشه. و خب این میتونه نشونه این باشه که سرمایه‌ها دارن یکم به سمت آلت کوین ها میرن. تحلیل میگه اگه سطح 63.91% بشکنه، این روند ممکنه تقویت هم بشه. جالبه. حالا اینو کنار بقیه شاخص ها بذاریم چی؟ مثلا دامیننس تتر USDT.D. اونم تحلیلا میگن نزولیه. ببینید وقتی دامیننس تتر میاد پایین، یعنی مردم دارن تترهاشون رو میدن و رمزارز دیگه میخرن. یه جورایی یعنی نقدینگی داره وارد بازار میشه. پس اونم یه نشونه مثبت بالقوه است. آره، حالا اگه مقاومت 4.41% تتر هم بشکنه، میتونه سیگنال قوی تری باشه. بعد اینو بذارید کنار مقاومت‌های کلیدی توتال 2 و توتال 3. آها، توتال 2 برای بزرگا مثل اتریوم بود روی 1.23 تریلیون دلار. دقیقاً. و توتال 3 برای آلت کوین های کوچیکتر روی 908.5 میلیارد دلار. تحلیلا میگن اگه اینا همه با هم جور در بیاد، یعنی دامیننس بیت کوین و تتر پایین بیان و توتال 2 و 3 مقاومت ها رو بشکنن، اون وقت میتونیم منتظر یه حرکت خوب تو آلت کوین ها باشیم. پس با همه این حرفا جنبندی تحلیل برای شما چیه؟ یعنی تهش چی میگه؟ ببینید تحلیلا میگن با اینکه یه حس و حال مثبتی تو بازاره، چیزی که تحلیلگر میگه وایب سعودی، ولی نباید گول خورد. بازار خیلی به داده‌های CPI حساسه و ممکنه یهو برگرده. پس توصیه چیه؟ خرید کنیم؟ نکنیم؟ توصیه اصلی اینه: احتیاط. حتی اگه سیگنال خریدم دیدید، ورود باید با احتیاط و با مدیریت ریسک باشه. این دقیقاً همون کاریه که خود تحلیلگر میگه برای خودش انجام میده. یعنی صبر و نظم. دقیقاً. پیام اصلی تحلیل همینه: صبر، نظم و تداوم. به خصوص امروز که روز پرنوسانی کنترل احساسات خیلی مهمه. و یه نکته آخر برای فکر کردن:
شما با این وضعیت دوگانه، یعنی از یه طرف پتانسیل رشد آلت کوین ها و از طرف دیگه این عدم قطعیت بزرگ CPI، چطور بین ریسک و فرصت تعادل برقرار می‌کنید؟ این سوالیه که شاید شما هم باید از خودتون بپرسید. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید.